ملکه مادر، زنی که روزی تاج افتخار ایران را بر سر داشت، اکنون در غربت و با دلی پر از حسرت به گذشته نگاه می‌کند. تا پایان این ویدیو همراهمون باشید تا با هم دیگه بخشی از خاطرات ملکه مادر رو مرور کنیم. ممنون میشم دکمه سابسکرایب رو بزنید و همراهمون باشید. مردم ایران هیچگاه زحمات رضاشاه و خاندان ما را ندیدند. حتی در شرایطی که دولت مصدق که ضد پهلوی بود به ما حقوق و مزایا میداد، مردم با نفرت و حسادت ما را قضاوت می‌کردند. فرزندانم اشرف و شمس از این قضاوت‌های ناعادلانه به شدت آسیب دیدند. مردم به جای قدردانی از شجاعت ما در پیشبرد اصلاحات، شایعات بی‌اساس می‌ساختند. مثلا در دوران کشف حجاب ما پیشقدم بودیم. من، اشرف و شمس بدون چادر در جشن‌ها شرکت کردیم. اما به جای حمایت مردم به ما توهین کردند. اشعار جلفی درباره ما سرودند و رفتارهای زشتی نشان دادند. رضاشاه تلاش کرد ایران را مدرن کند، اما مردم ظرفیت پذیرش این تغییرات را نداشتند. آنها حتی زمانی که ما برای پیشرفت زنان قدم برداشتیم با بی‌ادبی و بدگویی پاسخ دادند. مثلا به شوهر شمس میگفتند ویولنزن کافه شاه‌آباد و اشرف را به خاطر طلاق از قوام مورد سرزنش قرار دادند. این نفرت و بدخواهی زندگی ما را در تمام دوران سلطنت تحت تأثیر قرار داد. خانواده ما همیشه زیر ذره‌بین بود و مردم عامی با تکیه بر حسادت و بدبینی ما را متهم می‌کردند. محمد رضا شاه ایران از همان کودکی ضعیف بود. او و اشرف به صورت دوقلو به دنیا آمدند و از همان ابتدا محمد رضا از نظر جسمی آسیب پذیر بود. بیماری‌های زیادی مثل سرخک، حصبه و دیگر بیماری‌ها او را تحلیل برد. من همیشه به عنوان یک مادر نگران سلامتی او بودم. به همین خاطر حتی زمانی که اطرافیان می‌خواستند بیماری او را کوچک جلوه دهند، من با دکتر عیادی در ارتباط بودم و پیگیر وضعیتش می‌شدم. متاسفانه اطرافیان نادرست مثل اسدالله علم با فراهم کردن بساط خوشگذرانی وضعیت او را بدتر کردند. این شیطنت‌ها باعث ضعف جسمی او شد. من تمام تلاشم را کردم تا محمد رضا قوی‌تر شود. برایش غذاهای تقویتی مثل دنبلان گوسفند، جگر گوساله و عسل فراهم می‌کردند. اما فرح دکترهای خارجی می‌آورد که روش‌های درمانی متفاوتی داشتند. برای من محمد رضا پیش از آن که شاه باشد فرزندم بود. هر بار که او را می‌دیدم سلامتیش برایم از همه چیز مهمتر بود. اما او همیشه زیر فشار بود. از طرفی باید کشور را اداره می‌کرد و از طرف دیگر اطرافیانش از موقعیت او سوء استفاده می‌کردند. اطرافیان محمد رضا برای رسیدن به منافع شخصی خود از هر راهی استفاده می‌کردند. برخی از سپهبدها و فرماندهان با تملق‌گویی و چاپلوسی به من نزدیک می‌شدند تا از شاه مقام و درجه بگیرند. افرادی مثل عباس قره‌باغی که من او را عباس پشکل می‌نامیدم، با تکیه بر نفوذ و روابط درجات نظامی می‌گرفتند. حتی زنان و دختران این افراد نیز وارد بازی می‌شدند و با نزدیک شدن به دربار تلاش می‌کردند برای مردانشان مقام بگیرند. نمونه‌ای از این افراد سرلشکری بود که دخترش را به همسری محمد رضا درآورد و از این طریق به قدرت رسید. در گذشته من گاهی سفارش افرادی را می‌کردم، اما با گذر زمان متوجه شدم که پشت این درخواست‌ها منافع شخصی خوابیده است. محمد رضا نیز به من می‌گفت که به این حرف‌ها توجه نکنم، چرا که بیشتر آنها برای منافع خودشان است. من از این وضعیت متنفر بودم و همیشه سعی می‌کردم محمد رضا را از این افراد دور کنم. اما متاسفانه بسیاری از آنها با روش‌های مختلف به شاه نزدیک می‌شدند. وقتی اعتراضات در کشور بالا گرفت و ناآرامی‌ها شروع شد، اطرافیان از من خواستند محمد رضا را نصیحت کنم تا قوی‌تر برخورد کند. اما راستش را بخواهید من فکر نمی‌کردم کار به جایی برسد که سلطنت از بین برود. در سالهای آخر محمد رضا حال روحی خوبی نداشت. او دیگر مثل گذشته به سفرهای زمستانی سوئیس نمی‌رفت و در ایران می‌ماند. اوضاع کشور ناپایدار بود و من می‌دانستم که شرایط سخت‌تر خواهد شد. من به حرفهای محمد رضا و فرح اعتماد نداشتم.
و فکر می کردم آنها چیزهایی را از من پنهان می کنند. به همین خاطر همیشه با دکتر عیادی صحبت می کردم تا از وضعیت واقعی محمد رضا مطلع شوم. سقوط سلطنت برای من و خانواده‌ام بسیار تلخ بود. هیچ کدام از ما فکر نمی کردیم که روزی اینگونه از قدرت کنار گذاشته شویم. امروز که در تبعید هستم، حسرت روزهای گذشته را می خورم. مردم ایران هیچگاه زحمات ما را ندیدند. رضا شاه تلاش کرد ایران را مدرن کند، اما مردم نه تنها همکاری نکردند، بلکه با نفرت و بدخواهی تمامی تلاش‌های او را بی‌ارزش کردند. من از این مردم دل خوشی ندارم. آنها نمی‌خواستند تغییر کنند و هرگز قدر زحمات ما را ندانستند. در اروپا و آمریکا مردم به زندگی یکدیگر کاری ندارند، اما در ایران مردم همیشه در کار دیگران دخالت می‌کنند و با قضاوت‌های ناعادلانه زندگی را سخت می‌کنند. من اکنون در غربت هستم و تنها آرزویم این است که خانواده‌ام سالم باشند. اما همیشه این سوال در ذهنم باقی می‌ماند. ما چه گناهی کرده ایم که اینگونه مورد قضاوت قرار گرفتیم؟ خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو همراهمون بودید. ممنون میشم دکمه سابسکرایب رو بزنید و همراهمون باشید و دکمه زنگوله رو هم بزنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای ما رو میبینید.